سلام دوستان، وقت بخیر. آقا تایم میرسوپاپ هوای تیپ 5 رو میخوام بهتون بگم. اول اینکه به خاطر این حلقه میرسوپاپ، این زایده روی سرسیلند رو باید یه مقدار تراش بدید که این جا بشه. حلقه خود میرسوپاپ دود اونورتره. سر میل لنگ و میل هواش تایم فابریکشه، ولی خب یه قلقی داره، اینو بهتون میگم راحت تره. روبروی این سوراخی که روی دنده میرسوپاپ هوا هست، روبروی شیارشو یه لاک قرمز زدم. اینو لاک میزنید، قفل کنش هم میبندید. این تا اینجا میل دودمون که الان هوا انداختیم دوباره روبروی این سوراخش میشه این شیار. 4 تا شیار میشمرید میارید اینجا، یه لاک میزنید. ببینید روبروش میشه این 1 2 3 4. رو چهارمی لاک میزنید. بعد از بین این شیاری که لاک زدیم تا این یکی شیار باید 18 تا دندونه تسمه باشه. خارمون رو به بالاست ولی ساعت 12 رو نشون نمیده، یه مقدار رو به جلو پیچیده. خیلی ها اینو با ساعت 12 میگیرن، این یه دندونه ریتارد میشه، تایمش درست در نمیاد. طریق قرارگیری بادومکاش هم که سیلندر یکمون بادومکش رو به جلوه.